بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. خوش آمدید به یکی دیگر از برگ های بدانه خواهرم. امروز می خواهیم بدانیم صدقه پنهان و آشکار چیست و چه فرق و فضیلت نسبت به یکدیگر دارند. برای دانستن بیشتر با ما همراه باشید. نخست باید بدانیم که اسلام عزیز ما را به کدام امر کرده است. مال نعمتی است از جانب خدا و صدقه راهی است برای پاک کردن مال و دل. اسلام ما را به بخشش و کمک به نیازمندان فراخوانده است، چه آشکارا باشد و چه پنهان. و الله متعال می فرماید سوره بقره آیت 271: ان تبدوا الصدقات فنعما هي و ان تخفوها و تؤتوها الفقراء فهو خیر لكم. اگر صدقه را آشکار دهید خوب است و اگر آن را پنهان دارید و به فقرا بدهید برای شما بهتر است. یعنی هر دو خوب است، ولی صدقه پنهانی اخلاص و تواضع بیشتری دارد. و در سوره حدید آیه 18 می فرماید در مورد این المتصدقین و المتصدقات که اجرشان یضاعف لهم و لهم اجر کریم. مردان و زنانی که صدقه می دهند پاداششان چند برابر است و پاداش بزرگ خواهند داشت. و پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند در صحیح بخاری و صحیح مسلم: 7 نفر در زیر سایه خداوند هستند. یکی از آنان کسی است که صدقه می دهد و آن را چنان پنهان می سازد که دست چپش از آنچه دست راستش داده است آگاه نشود. و این یعنی صدقه پنهانی نشانی اخلاص واقعی است، اما هر دو نزد الله پاداش خاصی دارد. صدقه آشکار باعث تشویق دیگران می شود، به خصوص وقت برای جمع‌آوری کمک عمومی باشد. صدقه پنهان دل را پاکتر می سازد و ما را از ریا و خودنمایی دور می کند. پس صدقه را پنهان و آشکارا بدهیم تا راه برای تقرب به خدا و تزکیه نفس و دلمان ایجاد شود. پس بدان ای خواهرم، هرچی از مال خودت می دهی از بین نمی رود، بلکه در نزد خدا ذخیره می شود. چه پنهان بدهی چه آشکار، هدف باید رضایت خدا باشد. پس امروز اگر توانی کمک کن، شاید فردا تو نیازمند کمک باشی. السلام علیکم و رحمت الله.